سلام دوستان. امروز میخوام راجع به یه مسئله خیلی مهم با شما صحبت کنم. مسئله‌ای که بارها از طریق نشریات و رسانه‌های مختلف نسبت به اون موضوع صحبت شده و خیلی وقتها از طریق دوستانم همین موضوع رو میشنوم. بارها شنیدم که افراد میگن شخصی انرژی منفی داره یا مکانی انرژی منفی داره. میخوام یه مسئله رو از لحاظ علمی بهتون بگم. ما اصلا انرژی منفی نداریم. اصلا چیزی به عنوان انرژی منفی وجود نداره. اینکه بگید طرف انرژی منفیه یا طرف انرژی منفی میده، ساطع میکنه، اصلا این واقعا غلطه. ممکنه ناهمگن باشه، ممکنه با شما سازگاری نداشته باشه، ولی منفی نیست. دقت کنید، حتی اگر شخصی دزد هم باشه، سارق باشه، ولی توی خانواده خودش ممکنه پدر باشه، مادر باشه، برای خانواده خودش ممکنه یک اسطوره باشه، فرزندش اون رو به عنوان یک اسطوره بپذیره، ولی ما از دید ما چون با ما ناهمگنه ما اون رو انرژی منفی میپنداریم. پس این انرژی منفی نیست، فقط ناهمگن. در جایی وارد بشید، من خیلی وقتها از دوستانم میشنوم در یک جایی وارد میشن میگن که این مکان خیلی انرژی منفی داره، یا چون آقای ایکس یا خانم ایکس اونجا نشسته بود من پر از استرس و انرژی منفی شدم. ببینید اصلا انرژی منفی چون وجود نداره، این استرس متعلق به شماست. یعنی شما به خاطر اینکه سطح انرژی متفاوتی نسبت به دیگران دارید این استرس برای شما به وجود میاد، نه اینکه طرف مقابل داره به شما انرژی منفی میده. یه مثال دیگه براتون میزنم. تصور کنید اتومبیل دوستتون رو به امانت میگیرید. وقتی سوار اتومبیل دوستتون میشید احساس راحتی ممکنه در ابتدای کار نداشته باشید، به خاطر اینکه انرژی دوستتون یا انرژی مالک خودرو درون اون ماشین هست و دقایق اولیه ممکنه حس خوبی نسبت به رانندگی نداشته باشید. چند دقیقه که میگذره خیلی راحت تر میتونید رانندگی کنید، به خاطر اینکه از این به بعد انرژی شما داخل این خودرو قرار میگیره، انرژی که با شما همگنه داخل ماشین قرار میگیره. دوستان انرژی منفی اصلا وجود نداره و فقط ممکنه انرژی شخصی با ما ناهمگن شده باشه. پس بیایم با درست اندیشیدن زندگی خودمون رو هم دگرگون کنیم.